سلام دوستای نازنین، امیده که هر کجا که هستین جور و صحتمند باشین. طبق معمول امروزم یک پیاده تنهایی آمدیم دیگه، بریم همه بگردیم پیاده روی که چی میشه. تنام که من یک حال خودش داره. این دقات جنگل هستن دوستان. یک بار دیگه هم با دوستای خودم از اینجا آمدیم رچ فیلم گرفته بودیم اینجا. این جنگل تک تنها، هیچ کسی دیگه هم نیست. این جنگل حالا تک تو که رد میشه پیاده روی. این دوستان این جای کباب. خب دوستا تا آخر بیننده باشین که کجا کجا ما میرم. تنام که هستم. حالا تا چقدر جایی میتونم برو. این یک خوبه، یک سرپایانی خیلی شیبتون داره. خب دوستا بیننده باشید بعدا تا آخر ویدیو را تا کجا میرم کجا نمیرم. تنهایی دقات جنگل. این هم هست. بریم که ببینیم که چی راهایی هست. راه کج پیجه دوستاک. ما یک دفعه از این مسیر آمدیم، اون مسیر دیگه راه را گم کردیم، یک مسیر دیگه رفتیم. خیلی راه ما دورتر شد. با جمع دوستا بودیم دیگه. امروز تنها آمدم از یک راه دیگه آمدیم. باش که همون راهی که حالا من میرم درسته یا نه، یا بازم یک جای دیگه اشتباه میری. جنگل خدا نکنه که اگه گم کنی خدا دیگه باید در گردید بچرخ دیگه. راه بیرون شدن پیدا نمیده که بوری، مخصوصا در داخل جنگل بوری. دقات از این درخت هایی که بوری دیگه بیرون شدن اگه نیت نداشته باشه، اگه دیگه نداشته باشه خیلی سخت به بیرون رایت پیدا کنی. هر طرف میری یک دقیقه. این یک سر پایین یک دار اینجا. دوستا سعی کن یک راه اینی طرفه اینجا آمدن میره این طرف، یک راه دیگه هم آمدن اینی طرف. حالا آدم کدام طرف شوره اینطوری راه در این جای باز خدا گم بکن. این راه را تازه هم درست کرده، تکنون جدیده. من نامدیم دیگه نفست قراره که جغل اندازی کرده یا زیر ساختش درست کرده. این دیگه جدیده ای راه.
است دیگه. من مجبور مسیر خود عوض کنم. این بیاییم در قاد جنگل پایین شم دیگه. پایین برم پایین قاد سنگا اینا. دیرای دیگه بندازم خدا. این درخت ها که تازه زده. این هم کوهنوردی میشم پیاده حالا تیپا تیپا که اینجا دیگه کوی بلند نداره فلان همین های دیگه. گاهی سر پایین گاهی سر بالایی امید. این رای پیاده روی اینا از این اینا این هم ده چیزی پیاده روی آدم یک 3 دانه سگ 4 دانه سگ نگاه کرد یک نفر داره پیاده میبره. از این از این که آدم پیاده روی با 4 تا سگ این حال میده. درخت های بلند بلنده نگاه خدایی. سعی کنی کلاید میفته پایین بالا سعی کنی. یکی میگفت که ما در عجب دنیای زندگی میکنیم. یکی راه میره برای این میره که نانش هضم شوه، غذایی که خورده هضم شوه. یکی راه میره که نان پیدا کنه بخوره. ما اول از او اولیش نیست ما که شکم ما یا مثلا که نان هضم شوه. ما راه میریم که نان پیدا کنیم. دوستان ما دومیش هست نه اولی. اینه دوستا تا از اینجا آمدیم. اینه فعلا یک 2 نفر از پیش روی ما رد شدم از اینجا. اونم یکی باز 4 دانه سگ بود. یکی دیگه هم تنها بوده. این هم جنگل های ترسناک. تاریک. این هوا خیلی خوب روشن نشده دوستان. اینجا فلان یک خوبی بگم یا بدی بگم چی داره.
ساعت 9 10 بجه چی این هفته و فعلا طلوع میکنه. دیگه یک 2 3 ساعت هم 3 4 ساعت که مثلا روز است که روشنه برو میگه هفته و باشه که ببینی آفتاب. اگر نه نمیره تاریک هوا ده تاریک 2 بجه دوباره پس همون 2 بجه روز تاریک همین تو میمونه دیگه تا چی شبای چیله که میشه بعدش هم آیسته آیسته روزا کم کم بلند شده میره. باز تابستان که میرسه تابستان هم که چی شد شروع شد باز دیگه شبش خلاص میشه روز نداری نه همش روزه ببخش دیگه شب وجود نداره دیگه همین کلش روشن آفتابی. ما تازه آمده بودیم این یه دی فلان بچه ها رو میگفته برو بخواب میگفته که همین روز روشن کی میره میخوابه گفتم اینجا شاید دیگه این رقم هست دیگه خود دیگه تو باید خواب نکنی 24 ساعت کنه نمیشه که خواب نکنی شاید چند ماه طول بکشه. اینی تابستانش اونطوری دیگه شب نداره زمستانش هم روز کم داره. اینه برنامه آفتاب نیسته زیادتر مردم ها آن دایمیر میگه چی میگه از اینا دارن مریض هستن مردم افسرده هستن بازم میره میگه که در لیستی شادترین کشوری شادترین مردم جهان که در چندمین بارک شناخته شده مردم فلان. اما ما سعی میکنم همین مردم غم درون ترین مردم هم اینای افسرده هیچ شادیش که ما ندیدیم. حالا مشم اینا رسانه هایی که مثلا چیزا از کجا پیدا میکنن که شادترینه خیلی یکی دیگه از شهروندای درجه دویش که ما هستیم ما که دیگه به اصطلاح هم بیکار هستیم یکی کار نداریم کار نیست خیلی کار کم اینجا این دیگه دایم در خانه و یا مثلا چی باشه خود دیگه حتما افسرده و یا یک مریضی داره پیدا میشه برش. ما یک از جمعی از اون مریضا هستیم. اینه دوستا دیگه اینم یک آب خیلی قشنگ دریاچه قشنگ با یک کلبه اون اینجا معلوم میشه خیلی باحال. عکس درختان که در آب افتاده خیلی آب دریاچه را قشنگ تر کرده. اینم راه پیاده روی اینم یک قایق سرنگون شده افتاده رازش کرده از او کشیده بیرون. یک دریاچه دیگه بریم ببینیم که چی خبر اینجا. جای خیلی خوبیه.
اینجا جای شینام دار. دوستای نازنین نگاه این درخت با این سنگ پیوند شده، یعنی از دور ببینی، از دور حالا این چسبیده در سنگ تانه درخت اینطوری خیلی درخت هم خیلی رسیدیم کم کم دیگه طرف های خانه باید بریم دیگه. این طرف هم آب است.